یادتونه میگفتن سطل زباله ها سرمایه های مملکته؟ خب راست میگن، چون سر خیلی از هموطنای ما متاسفانه این روزا تو این سطل زباله ها. کسی که در مقابلشون احساس مسئولیت نمیکنه. اما اگر ما شهروندان مسئولیت پذیری هستیم، قطعاً به فکر دستان نیازمندها و پاکبانها هستیم و در نهایت به فکر سگ و گربه هایی هستیم که ممکنه در زباله ها دنبال غذا بگردن. اگر آسیب ببینن امکان پانسمان ندارن و ممکنه تا آخر عمر با زجر زندگی کنن. پوشش تیغ‌های یدک اصلاح رو نگه می‌دارم و بعد از استفاده داخل همون میذارم. قبل از دور انداختن حتما بهش آسیب میزنم تا امکان استفاده مجدد نباشه. سوزن سرنگ‌ها رو داخل درپوش خودش توی همین بطری در نقش سیفتی باکس میندازم. سیفتی باکس در بیمارستان‌ها برای دور انداختن پسماندهای تیز و برنده استفاده میشه. شیشه های شکسته رو داخل یک پارچه میپیچم و بعد بهشون چسب میزنم جوری که نتونه دست کسی رو ببره. ولی به خاطر اینکه فکر نکنن حالا توی این زباله گنجه، حتما روش مینویسم که این یک تیکه شیشه شکسته شده هستش. راستی یادم رفت بگم قوطی های کنسروم لبه های خیلی تیزی دارن. فکر میکنم که این کلیپ در محافظت از کودکان کار و یا خیلی از هم نوعانمون میتونه مفید باشه. ممنون میشم اگر با دوستانتون به اشتراک بذارین.